جزء أعمال صالح نعم مردير سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. لما يبريد يبرد ضعف نقول منوتنا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله چقدر مرده یکتا دسته چهار پنجتا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا آخرات إنا آخر منزل مکان. در جای ما شما را گور میکنن نمیسنگ در سرد میمونن میرون. سبحان الله. اینی خانه هاتانه، اینی منزل آخرتت. این خانه میمونه و تو میمونی در داخل این. یعنی عبرت است برای انسانانی که بفهمن اینی خانه و در داری، دام داری، همه چی داری، یکی آخر هیچی با همراه نمیبری با جز اعمال صالح نعم مردیره. سبحان الله. سبحان الله. این آخرت ما و شما. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها میبرن سبحان الله در بلای تابوت. هیچی با همراه خود نمیبرین. یار و رفیقان نزدیکان همه میمونن. سبحان الله. نیکی بیمانه جاویدان. چقدر اعمال هایی که خوب داشته باشین همون میمونه با ما و شما. بینین لا اله الا الله. در قبرستان 10,000 صحابه گور کردگی. 10,000 صحابه یعتدتنی. پروردگارا گناهان برادران ما را، پدر و مادران ما را، ابا و خواهران، اکا و دادران ما را همش عفو و مغفرت بگردان. این روز ما و شما که از دنیا که بگذریم محتاج به دعا هستیم. پروردگارا همه مردمان را عفو و مغفرت بکن. پروردگارا بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا فرما. سبحان الله. این آخرت صاحب عقل عبرت باید بگیره که اینها ماشینت کو، خانت کو، زنت کو. الله میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این روز الله میگه شما را نه ملک و مالتان فایده میاره نه فرزندهاتان. الا من اتى الله بقلب سلیم. این روز کسی که نزد پروردگار به قلب سالم آمدگی است، قلبی که با طاعت عبادت الله بود.